میگم طرف رفته بود بازار پرنده فروشا پرنده بخره، رفته بود توتی بخره، بعد قیمت کرده بود که این توتی ها چقدر، گفته بود که این 70,000 تومان، این 100,000 تومان، اون 150,000 تومان. یه توتی داریم 200,000 تومان، یه توتی هم داریم که 5 میلیونه. 5 میلیون چه میکنه؟ گفتن حقیقتش این حروف الف تا ی رو بلده، روزنامه میخونه، کتاب میخونه، شعر میخونه. گفتن این که چیزی نیست. توتی داریم 15 میلیونه. 15 میلیون چه میکنه؟ گفتن این غیر از این که میخونه میره رو کیبورد تایپ هم میکنه، هم میخونه هم تایپ میکنه. گفتن این که چیزی نیست. توتی داریم 35 میلیونه. 35 میلیون چه میکنه؟ گفتن والا عرضه خاصی ازش ندیدیم، ولی این دوتا بهش میگن مدیر حقیقتش.